به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز نیز ما تصمیم گرفتیم درباره یکی از بهترین شخصیت ها درباره عمر فاروق نقل کنیم. حضرت ابوبکر رضی الله عنه می گوید در روی زمین کسی محبوب تر از عمر در نزد من نیست. وقتی که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیماری سخت شد به او گفتند برای آن که عمر را خلیفه کردی در نزد الله چی میگویی؟ گفت میگویم که بهترین آنها را برایشان خلیفه کردم. حضرت علی الله از او راضی باشد میگوید وقتی که مردان صالح نامبر میشوند نام عمر رضی الله عنه در اول آنهاست. ما باور داشتیم که آرامی و سکونت با زبان عمر سخن میگوید. ابن مسعود میگوید عمر فاروق عالمترین ما به کتاب الله بود و با فهمترین ما در دین الله بود. امام جعفر صادق رضی الله عنه میگوید من بیزارم از کسی که ابوبکر و عمر را به بدی یاد میکند. سفیان ثوری میگوید کسی دعوا کند که علی رضی الله عنه اولاتر بر خلافت از ابوبکر و عمر بود به شک و شبهه خطا کرده است و ابوبکر و عمر و مهاجرین و انصار را خطاکار گفته است. علامه شریک نیز میگوید کسی که علی را از ابوبکر و عمر بالا میداند در او خیر نیست. علامه ابو اسامه میگوید آیا میدانید ابوبکر و عمر کیهایند؟ آنها پدر و مادر اسلامند. و این لحظه چند بزرگترین رویدادهای زمان خلافت حضرت عمر فاروق را برایتان نقل میکنیم. عمر فاروق اولین شخصی بود که امیرالمؤمنین خوانده شد. عمر رضی الله عنه اولین شخصی بود که تاریخ هجری را نوشته کرد. عمر اولین شخصی بود که مردم را در نماز تراویح جمع کرد. عمر اولین شخصی بود که مردم را شبها پاسبانی میکرد و از حاجتمندان خبر میگرفت. عمر رضی الله عنه اولین شخصی بود که لشکرکشی کرد و شهرهای زیاد را فتح کرد. عمر اولین شخصی بود که قاضی تعیین کرد. عمر رضی الله عنه اولین شخصی بود که عرق نوش را 80 در زد. عمر اولین شخصی بود که با در ادب میداد. حتی بعد از وفاتش میگفتند ترس دره عمر از شمشیر هم زیادتر بود. عمر اولین شخصی بود که در مسجدها چراغها آویزان کرد حتی که حضرت علی رضی الله عنه گفت الله قبر عمر را روشن سازد همچنان که او مسجدهای ما را روشن ساخت. ابن سعد میگوید عمر رضی الله عنه در زمان خلافتش در سر راه میان مکه و مدینه انبار ساخت که در آن آرد و گندم و خرما و مویز و دیگر چیزهای احتیاجات مردم را جمع میکرد تا که اگر کسی در نیم راه ماند و به این چیزها احتیاج پیدا کرد به او بدهند. عمر رضی الله عنه اولین شخصی بود که مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم را وسیع ساخت و در زمینش فرش ها انداخت. عمر اولین شخصی بود که یهودی های حجاز را به سوی شام بیرون کرد و مردمی نجران را به سوی کوفه. این از کتاب تاریخ خلفا صفحه 127. روزهای نزدیک تماشابینان عزیز باز ما در باره عمر فاروق صحبت خواهیم کرد. به شبکه‌های ما ابونه شوید و نوا را به دیگران نیز فرستید. الله نگهبانتان.